آقا مجتبی، بالاخره کار خودتو کردی، خیالت راحت شد، حالا تحویل بگیر. چی رو تحویل بگیرم؟ بابا من تفاهم نامه رو امضا کرده بودم، داشتیم میرفتیم زهر رو بخوریم کارو تموم کنیم بره، هی علل اصول کردی، باز جنگ شد. بیا تحویل بگیر. اولا من اون بارم گفتم هرچی بشه گردن توه. ثانیاً این که قصه نداره، 600 میلیون جان فدا دارم، همشونو میفرستیم برن جنگ. گرفتی ما رو. کدوم 600 میلیون؟ همش سرکاری بود بابا. ببند دهنتو مردی که سازشکار. سرکاری چیه؟ مگه ندیدی چه جنازه گردونی رو انداختم واسه بابام؟ بابا همه رو به ضرب و زور ساندیس و تعطیلی جور کردیم. حالت خوبه تو؟ ببین با من اینجوری حرف نزنا، ناسلامتی ولی فقیه‌تما. جای اینکه آیه یأس بخونی رندوم زنگ بزن، با جان فداها صحبت میکنیم، اون وقت میفهمی که ولی فقیه تازه از راه رسیده چقدر جان فدا داره. باش آقا، دعوا نداریم که الان زنگ میزنه. الو، کیه نصف شبی؟ سلام جان فدای ولی فقیه عزیز، دعوا نداریم که. میخواستم بگم جان که فدا کیلویی چنده بابا؟ اول پول اون چند شبی که اومدیم خیابونو بده، بعد سفارش جدید بده. تمام. الو آقا مجتبی اعصاب نداشت. این ممکنه نفوذی باشه، رندوم یکی دیگه بزن. بابا من 600 میلیون جان فدا دارم، حالا توش یکی هم مثل این در میاد دیگه، اعصاب نداره. الو، من از طرف پویش جان فدا تماس گرفتم. جان فدا رو بزن در من پزشکیانم. شما در پویش جان فدای ولایت ثبت نام کرده بودی. انا روزشه. آماده ای؟ اوه ببخشید متوجه نشدم. شمایید؟ بله که آمادم، چرا که نه. دیدی گفتم؟ میبینی چقدر خاطرمو میخوان؟ خب کی میری؟ کجا؟ جنگ دیگه. الان که نمیتونم، باید بابامو ببرم بیمارستان. فردا مسافرم، پس فردا ملاقات دارم. این احتمالاً از اوامر فریب خورده بود. الو، سلام، من رئیس جمهور هستم. شما به عنوان یک جان فدای ولایت میتونی بیای بری جنگ؟ نه نمیتونم. مرد حسابی، پس چرا ثبت نام کردی؟ اون موقع گفتن ساندیس میدم، منم ثبت نام کردم. باشه بابا، ساندیس هم میدیم. بیا برو جنگ. ساندیس الان جواب نداره دیگه، دلار رفته بالا. ای به خشکی شانس، اینم از رندوم. میگی چی کار کنیم ما مجتبی؟ فکر کنم علل اصول دهانمون آسفالته. ای جانم، فکر کنم یه جان فدای ولایت زنگ زده، میخواد بره جنگ. الو آقای پزشکیان، جان پزشکیان. ما اینجا با بچه محلا جمع شدیم، یه پیامی براتون داشتیم. به به، همگی جان فدای ولایتید. بفرمایید، آقا مجتبی هم اینجاست. مجتبی بیچاره، بابا در انتظاره، تو با نظام دستم باید بریم جهنم. اه.